دارها أيا دارها. باب است در مورد وضو گرفتن سه مرتبه، یعنی سه مرتبه اعضای وضو را شستن. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء. حمران غلام يزاد شدي عثمان رضي الله عنه می فرماید که او عثمان بن عفان دیده دعا بإناء تلبیست یک ظرف آب را فأفرغ على كفيه، پس آب ریختند على كفيه بدستهای خود 3 مرار 3 مرتبه فغسلهما، دستهای خود 3 مرتبه شست. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. اول کفین خود 3 مرتبه شست. 3 مرتبه شستن دستها از جمله سنتهای وضوست و در صورتی که انسان از خواب بیدار میشه، باز به نظر بعضی از علما واجب است که انسان دستهای خود پیش از اینکه در ظرف داخلش میکنه 3 مرتبه بشویه. سابق خوی قسم نلها نبود، افتاوهایی که آل ما و شما استفاده میکنیم این قسم ظرف ها نبود. ظرف آب می بود، توسط دست راست خود آب میگرفت و به این شکل وضو میگرفتن. از این خاطر اول باید دستهای خود 3 مرتبه شسته شود. حديث آمده که اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده من جسده. زمانی که یکی از شما شب خود صبا میکنه، از خواب بیدار میشه، دست خود پیش از اینکه در ظرف داخلش کنه 3 مرتبه بشویه. فانه لا يدري اين باتت يده، بخاطر که نمیدانه که دست ازو در کجا شب تیر کرده. امام احمد رحمت الله علیه می فرماید که کسی که از خواب بیدار میشه و میخواد که وضو بگیره 3 مرتبه شستن دست واجب است، بخاطر که دیجا امر شده و امر بخاطر وجوب است. و به نزد جمهور علما، این اکثر علما، شستن دست سنت است، خو البته سنت بودنش مؤکد است، به خیلی تاکید شده و واجب نیست. خو بعد از اینکه دست خود 3 مرتبه شست، ثم ادخل يمينه في الاناء، باز داخل کرد دست راست خود فی الاناء در ظرف، بخاطر که توسط دست راست خود آب میگرفت. فمضمض واستنشق، پس مزمزه کرد و استنشاق کرد. مزمزه و استنشاق از یک غرفه میکرد. عثمان رضی الله عنه وقتی که مزمزه و استنشاق میکرد از یک کف دست میکرد. دم یک کف دست که آب میگرفت همزمان هم مزمزه میکرد و هم استنشاق میکرد. مزمزه شستن دهان میگه، استنشاق کشکدن آب در بینی. ثم غسل وجهه 3، باز روی خود شست 3 مرتبه و یدیه الى المرفقین 3 مرار، و دستهای خود تا به ارنجها شست 3 مرار 3 مرتبه. ثم مسح برأسه، باز مسكت بسر خود. ثم غسل رجليه 3 مرار، باز شش پاهای خود 3 مرتبه الى الكعبين تابع بجلكها. ثم قال، باز گفت عثمان رضی الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموده، من توضأ نحو وضوء هذا، کسی که وضو بگیره با مانند وضو گرفتن ما که نمی وضوست. ثم صلى ركعتين، باز نماز بخوانه 2 رکعت نماز، لا يحدث فيهما نفسه، اتر 2 رکعت نمازی که لا يحدث فيهما نفسه، که دو 2 رکعت نماز با نفس خود سخن نمیگه، یعنی دو خیالات و تصورات دیگر نداشته باشه و تمام توجهش طرف الله باشه. در روایت مسلم آمده که
فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه. دو رکعت نماز بخوانه در حالی که قلبش و رخش به طرف الله باشه، انسان قلبا و وجها به طرف الله متوجه باشه و دیگه تصورات و افکار نداشته باشه. یعنی دو رکعت به خشوع بخوانه. غفر له ما تقدم من ذنبه، بخشیده میشه برای ازو و نمی گناهایی که قبل ازو صورت گرفته باشه. البته از این قسم حدیث که پیغمبر اسلام گفته که به اعمال الله گناه ها را مغفرت میکنه. مراد از گناه های صغیر است. با وضو و با نماز و با دیگه اعمال الله گناه های صغیره انسان مغفرت میکنه و به خاطر گناه های کبیره انسان باید که توبه بکنه و به خاطر بخشیدن گناه های صغیره هم شرط است که انسان از کبایر اجتناب بکنه. الله می فرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما اجتناب بکنین از گناه های کبیره که شما از منع شدین، نکفر عنکم سیئاتکم، ما گناه های صغیره شما را برایتان مغفرت میکنم. و در روایت مسلم آمده ابو هریره میگه که رسول الله فرموده الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نمازهای پنجگانه از یک نماز تا به دیگر نماز و جمعه تا به دیگر جمعه و رمضان تا به دیگر رمضان مکفرات لما بینهن، محو کننده است و نمی گناهایی را که در بین ازی صورت میگیره. اذا اجتنبت الکبائر، زمانی که از گناههای کبیره اجتناب شود. یعنی به این اعمال الله عز وجل صغایر انسان مغفرت میکنه و به خاطر کبایر انسان باید که توبه کنه و به خاطر بخشیدن گناههای صغیره هم شرط است که از گناههای کبیره اجتناب شود. گناههای کبیره را ما و شما قبلا گفته بودیم که هر گناهی که با صاحبش الله عز وجل لعنت گفته باشه، غضب کرده باشه، یا با عذاب عظیم یا با عذاب علیم، عذاب عظیم و عذاب علیم سرش مرتب کرده باشه، یا هر گناهی که موجب حد باشه، یا هر گناهی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتکب از امت خود بیرون کرده. لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوى الجاهلیه، کسی که در وقت مصیبت روی خود میزنه، گریبان خود پاره میکنه، از ما نیست. این گناه را گناههای کبیره میگه. این زمانی که انسان از گناههای کبیره اجتناب کنه به توسط وضوئی که میکنه و بعد از وضو دو رکعت نماز میخونه، غفر له ما تقدم من ذنبه، گناههای گذشتهش الله برش مغفرت میکنه. مناسبت حدیث به همراه باب در این میجاست که عثمان بن عفان رضی الله عنه وقتی که وضو گرفت اند اعضای خود سه مرتبه شسته و باز گفت که در دیگر روایتش است که رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم توضأ نحو وضوئی هذا، ما رسول الله را دیدیم که به مثل وضوئی ما وضو گرفت. و باز گفت که کسی که به مثل وضوئی ما وضو بگیره و باز دو رکعت نماز بخونه الله گناههای گذشتهش مغفرت میکنه. پس در این حدیث ذکر شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم اعضای وضو را سه مرتبه شسته و این آخرین حد شستن اعضای وضو است. از این بیشتر اگر کسی میشویه گناهگار میشه. فمن زاد على ذلك فقد اساء و تعدى و ظلم، کسی که از این زیاد میشویه گناهگار میشه و تعدى و ظلم میکنه. وعن ابراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا. حمران میگه زمانی که عثمان رضی الله عنه وضو گرفت قال گفت ألا أحدثكم حديثا، آیا بیان نکنم به شما یک حدیث را، لولا آیة ما حدثتكموه، اگر یک آیت در کتاب الله نمی بود ما این حدیث به شما بیان نمی کردم. او آیتی که دو الله تعالی وعید ذکر کرده برای کسانی که مسائل حق کتمان میکنه، ما انزل الله را کتمان میکنه، الله به اونها وعید ذکر کرده اولئک یلعنهم الله
ويلعنهم اللاعنون. بينها الله لعنت میکنه و تمام لعنت کنندگان به اونها لعنت میکنه. یعنی به خاطر از اینکه از لعنت الله و از لعنت کنندگان نجات پیدا بکنم ما این حدیث به شما بیان میکنم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شنیدم از نبی صلی الله علیه و سلم که میگفت لا يتوضأ رجل وضو نمیگیره یک شخص يحسن وضوءه که وضو را به شکل زیبا و به شکل خوبتر میگیره مطابق وضوء رسول الله وضو میگیره و يصلي الصلاة و نماز میخوانه کدام نماز الا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها مگر مغفرت میشه برای ازو ما بینه و بین الصلاة در ما بین ازو در ما بین نماز حتی یصلیها تا این که نماز بخونه. از یک نماز تا به دیگه نماز کدام گناهایی را که مرتکب میشه الله گناهایش مغفرت میکنه. قال عروه گفت الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. آیتی که عثمان بن عفان گفت اینمی آیت سوره بقره است که الله می فرماید إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. یقینا کسانی که کتمان میکنن ما انزلنا من البينات آنچه را که ما نازل کردیم از احکام واضح و روشن من بعد ما بيناه للناس في الكتاب بعد از اینکه او را به خاطر مردم در کتاب خود بیان کردیم و کسی او را کتمان میکنه اولئک یلعنهم الله بینها الله لعنت میکنه و یلعنهم اللاعنون و تمام لعنت کنندگان به اونها لعنت میکنه. یعنی به خاطر از اینکه از وعید از آیت خلاص شوم حدیث به شما بیان میکنم. عثمان بن عفان گفت باب الاستنصار في الوضوء باب است در بیان استنصار در وضو. یکی استنصار است که استنشاق است. استنصار کشیدن آب از بینی خود بعد از اینکه آب انسان در بینی خود کش میکنه او را که اخراج میکنه این استنصار میگه. یکی استنشاق است. استنشاق جذب الماء الى اعلى الخياشيم کش کردن آب به قسمت بالای خیشوم. در باب مسئله استنشاق ذکر میکنه. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. استنصار عثمان بن عفان عبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس هم صحابه نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کرده. این هم صحابه گفته که رسول الله صلی الله علیه وسلم در وضو استنصار میکرد آب از بینی خود میکشید بعد از داخل کردنش. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابو هريره از نبی صلی الله علیه و سلم روایت کرده که فرموده من توضأ فليستنثر کسی که وضو میگیره فليستنثر استنثار بکنه یعنی آب را از بینی خود بیرون کنه. البته آب بیرون کردن این وقتی میشه که انسان آب در بینی خود داخل کنه تا که آدم استنشاق نکنه استنثار شده نمیتونه. از این خاطر امر به استنثار متضمن امر به استنشاق است. و من استجمر فلیوتر و کسی که استجمار میکنه کسی که بعد از قضای حاجت سنگ یا کلوخ استفاده میکنه فلیوتر طاق استفاده کنه. مسئله استنشاق و استنثار و مزمزه در مزمزه و استنشاق اختلاف. مزمزه معنی انداختن آب در دهن و آب در دهن خود شور دادن و پس کشیدن ایره مزمزه میگه. در مزمزه غرغره شرط نیست. مثل که بعضی مردم میگه که وقتی که انسان غسل میکنه آدم باید که غرغره بکنه تا که غرغره نکرده باشه مزمزهش نمیشه غسلش نمیشه. این غلط است. مزمزه خودش جز ادخال الماء في الفم و مجه مجا داخل کردن آب در دهن و مجه مجا و آب در دهن خود شور دادن ایره مزمزه میگه. و استنشاق پیشتر گفتیم که جذب الماء الى اعلى الخياشيم. در حکم مزمزه و استنشاق اختلاف است. اکثر علما به این نظر هستند که استنشاق و مزمزه در غسل و در وضو
در هر دویشان سنت است و لیکن راجح نظری است که استنشاق و مزمزه هم در غسل و هم در وضوء واجب است، به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم به امر کرده. در حدیث من توضأ فلیستنثر، کسی که وضو میگیره استنثار بکنه، آب در بینی خود داخل کنه و پس خارجش کنه و امر به خاطر وجوب میباشه، امر تقاضای وجوب میکنه. دیگه حدیث است که من توضأ فلیستنشق بمنخریه من الماء، کسی که وضو میگیره در سوراخ‌های بینی خود آب کش کنه، وجم امر شده. دیگه حدیث است که بالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، در استنشاق خوب کوشش بکنین، آب خوب صحیح کش کو، الا ان تكون صائما، مگر در صورتی که روزدار باشی. دی همه حدیث به استنشاق امر شده. و درباره مزمزه در حدیث آمده که اذا توضأت فمضمض، زمانی که وضو میگیری مزمزه بکن، یعنی به مزمزه و به استنشاق امر شده و امر تقاضای وجوب میکنه تا که قرینه صارفه نباشه، تا که اینطور یک قرینه نباشه که امر از وجوب به ندب و استحباب مرتبه شفاهی نورده باشه. بنان حکم مزمزه و استنشاق وجوب است. و من استجمر فلیوتر، و کسی که سنگ یا کلوخ استفاده میکنه به خاطر ازاله نجاست، فلیوتر، طاق استعمالش کنه. ما پیشتر گفته بودم که یکی خو 3 مرتبه است، حد اقل 3 مرتبه واجب است. کسی که استجمار میکنه 3 مرتبه استجمار واجب است. اگر به 3 مرتبه انسان پاک نمیشه، نجاست ازالهش نمیشه، بعض وقتی که انسان اضافه 3 مرتبه سنگ یا کلوخ یا تشناب کاغذ استفاده میکنه، باید ختم شه به طاق بکنه. 3 مرتبه واجب است و از 3 بالاتر مستحب است، ایثار مستحب است، یعنی طاق به طاق ختم کردن مستحب است. به خاطر که در حدیث ابو داود آمده من فعل هذا فقد احسن و من لا فلا حرج، کسی که در استجمار ایثار بکنه، یعنی استجمار طاق بکنه، فقد احسن، کاری خوب انجام داد. و من لا فلا حرج، و اگر کسی در استجمار ایثار نکرد، یعنی طاق ختم نکرد، فلا حرج، با او کدام حرج و باقی نیست. و نمی حدیث دلیل است که در استجمار بالاتر از 3 مرتبه اگر کسی ایثار میکنه، ایثار فقط مستحب است و امر به خاطر وجوب نیست. باب الاستجمار وترا، باب است در بیان استجمار طاق. استجمار پیشتر گفتم که استعمال سنگ به خاطر ازاله نجاست، یعنی وقتی که انسان استجمار میکنه استجمار باید طاق باشه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينصر. ابو هريره میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اذا توضأ احدكم، هنگامی که یکی از شما وضو میگیره، فلیجعل فی انفه ماء، بندازه در بینی خود، فی انفه در بینی خود ماء آب، آب در بینی خود کش کنه، ثم لینصر، بعض نمی آب از بینی خود خارج کنه، استنشاق بکنه، باز استنثار بکنه. دیجم با استنشاق و با استنثار امر شده و امر به خاطر وجوب است و قرینه صارفه هم نیست. از این معلوم میشه که استنثار و استنشاق در وضو واجب است. و من استجمر فلیوتر، و کسی که استجمار میکنه به خاطر ازاله نجاست بعد از قضای حاجت سنگ استفاده میکنه، فلیوتر، طاق استفاده کنه. پیشتر گفتم که اگر حد اقل 3 مرتبه واجب است و بالاتر از 3 مرتبه ایثار مستحب است، به خاطر که در حدیث ابو داود آمده که من فعل هذا فقد احسن و من لا فلا حرج، کسی که ایثار میکنه در استجمار، ایثار به این معنی که مثلا یک نفر است به 4 مرتبه پاک میشه، به خاطر که طاق شه و سنگ پنجم به امرش اضافه میکنه، یا به 6 مرتبه ازاله نجاست میشه، سنگ هفتم به همراهش استفاده میکنه به خاطر که به طاق ختم شوه، این ایثار میگه. اینمی ایثار در استجمار مستحب است. و اذا استيقظ احدكم من نومه، و هنگامی که بیدار شوه یکی از شما از خواب خود، فلیغسل یده قبل ان يدخلها في وضوئه، بشوره دست خود قبل ان يدخلها في وضوئه، پیش از اینکه دست خود داخل کنه در آب وضویش. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده،
به خاطر که یکی از شما نمیفهمه که دست از او در کجا شب تیر کرده. به نزد امام احمد رحمت الله علیه وقتی که انسان از خواب بیدار میشه پیش از اینکه دست در ظرف داخل میکنه شستن دست واجب است به خاطر که در اینجا امر شده و قرینه امر به خاطر وجوب است و قرینه صارفه هم نیست. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده به خاطر که یکی از شما نمیدانه که در کجا شب تیر کرده دست از او. و اگر کسی بدون از اینکه دست خود بشویه در ظرف دست خود داخل کنه آیا آب پلید میشه یا نمیشه؟ حتی بعضی علما گفته که آب نجس میشه، لیکن این قول مرجوح است، آب نجس نمیشه، منتها این کار درست نیست. پیش از شستن دست بعد از اینکه انسان از خواب بیدار میشه نباید که دست خود در ظرف داخل کنه تا که شستن باشه. باب غسل الرجلین ولا يمسح على القدمين. باب است در بیان شستن پاها. ولا يمسح على القدمين یا ولا يمسح على القدمين. و به پاها مسح نمیشه. پاهایی که برهنه باشه به پاهای برهنه مسح نمیشه، بلکه به وعید مرتب است اگر کسی پای خود نمیشویه و پایش خشک میمانه. رسول الله درباره از اینها وعید ذکر کرده. در این باب امام بخاری رحمت الله علیه رد میکنه بر روافض، کسانی که به پاهای خود مسح میکنه و اونا استدلال میکنه به آیت و ارجلکم، به قرائت ارجلکم فامسحوا برؤوسکم وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین. و شما بشوین مسح بکنین به سرهایتان و ارجلکم به پاهایتان الى الكعبین تا بجلکها. وجا در قرائت ارجلکم وقتی که ارجلکم عطف شوه بر رؤوسکم سر خو مسح میشه بناء پایم باید مسح شوه، لیکن ما میگیم که آیت دو قرائت است که قرائت ارجلکم است که قرائت ارجلکم است و در هر دو مورد آیت خودش مجمل است و رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیت مجمله به عمل کرده خود وضاحتش کرده. یکی از وظایف رسول الله ای بود که کدام آیت قرآن که مجمل می بود او را بیان میکرد. الله گفته که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ای پیغمبر ما به تو نازل کردیم وحی را لتبین للناس ما نزل الیهم، به خاطر که بیان کنی به مردم آنچه که به اونها نازل میشه. این وظیفه پیغمبر بود. پیغمبر آنچه که از قرآن مجمل بود او را باید بیان میکرد. رسول الله به عمل کرده خود قرائت ارجلکم و ارجلکم وضاحتش کرده. در صورتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم پاهایش برهنه می بود پای خود می شست، قسمی که ما شما پیشتر در چند حدیث خواندیم. و زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در پاهایش جراب می بود یا موزه می بود پاهای خود مسح کرده، قسمی که در حدیث مغیره بن شعبه ان شاء الله می آید. پس کسی که بدون از اینکه پاهایش پت باشه مسح سرش میکنه مصداق وعید رسول الله میگرده که ویل للعقاب من النار. حدثني موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها. عبد الله بن عمرو بن عاص میگه باز من نبی صلی الله علیه و سلم از ما فی سفرة سافرناها در یک سفری که ما به همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده بودیم. فادرکنا پس ما را گیر کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقد ارهقنا العصر در حالی که ما به وقت دیگر رسیده بودیم، یعنی وقت دیگر آمد. فجعلنا نتوضأ پس ما شروع شدیم که ما وضو می گرفتیم و نمسح على ارجلنا و مسح می کردیم پاهای خود. اینجا مراد از مسح یعنی پاهای خود خفیف می شستیم که قسمتی از پاهای ما خشک مانده بود. دیگر روایت می آید که و اعقابنا تلوح، کوریهای پای ما از اینکه خشک بود از دور دیده میشد که خشک است. فنادى باعلى صوته پس آواز کرد نبی صلی الله علیه و سلم با بلندترین آواز خود گفت که ویل للاعقاب من النار، هلاکت است برای کوریهای پای من النار از آتش جهنم، یعنی کوریهای پای که در وضو خشک میمانه با آتش جهنم بسوزا. این دعا کرد مرتين او ثلاثا، دو مرتبه یا سه مرتبه. مناسبت حدیث به همراه باب واضح است که رسول الله صلی الله علیه و سلم با کسانی که پاهای خود درست نشسته بود با اونها گفته که هلاک شو کسایی که یعنی کسایی که پاهایشان خشک میمانه اونها هلاک شو
با آتش جهنم سوختانده شوه یا میسو الى 2 مرتبه یا 3 مرتبه گفت و دیگه پس حدیث رد است به کسانی که اونها پای خود بدون موزه یا بدون جراب مسح میکنه با اونها رد است و عمل کرد رسول الله به دلیل است که وقتی که پای انسان برهنه باشه باید که پای شسته شوه. باب المضمضه فی الوضوء، باب است در بیان مزمزه کردن در وضو. مزمزه کردن پیشتر گفتم که مزمزه ادخال الماء فی الفم و مجه مجا، داخل کردن آب در دهن و آب در دهن خود شور دادن. دی باب امو حدیث عثمان بن عفان ذکر میکنه به خاطر ازی که مزمزه را پیغمبر اسلام در وضو میگرفت و پیشتر گفتم که حکم مزمزه مثل استنشاق واری وجوب است به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مزمزه امر کرده اذا توضأت فمزمز. قاله ابن عباس و عبد الله بن زید عن النبي صلی الله علیه و سلم. درباره مزمزه عبدالله بن عباس و عبدالله بن زید از نبی صلی الله علیه و سلم روایت نقل کرده. و همچنان حديث عثمان بن عفان حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن زيد قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء. حمران غلام أزاد شدي عثمان بن عفان ميغا كما عثمان ديدم دعا بوضوء كأبي وزورة تلبس فأفرغ على يديه بس ريختان أبرا بدستهاي خد من إنائه الظرف خد فغسلهما 3 مرات دستهاي خد 3 مرتبة ششت تكفين ثم أدخل يمينه في الوضوء باز داخل كد دستراسي خد در آب وضوء ثم تمزمز باز مزمزه كد دهاني خد آب اندخت واستنشق استنشاق كد إن آب دبني خد كش كد واستنثر وبس آب خارج كد ثم غسل وجهه 3 باز ششت روي خد 3 مرتبة ويديه إلى المرفقين وششت دستهاي خد تابع أرنجها 3 مرتبة ثم مسح برأسه باز مسكت سري خدا ثم غسل كل رجل باز ششت هر باي خدا 3 مرتبة ثم قال باز عثمان بن عفان قفت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما ديد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا كي وضوء مقرفت بمثل وضوء قرفتاني ما كي نمي وضوء وقال فرمود أول وضوء قرفت باز فرمود من توضأ نحو وضوء هذا كسي كي وضوء بقرأ بمثل وضوء قرفتاني ما كي نمي وضوء ثم صلى 2 باز نماز بخوانا 2 ركعات نماز لا يحدث فيهما نفسه كده 2 ركعات نماز بنفس خود سخن نميقا يعني دو أفكار وخيالات ديگانا داشته باشا كاملا بطرف الله تعالى متوجه باشا غفر الله له ما تقدم من ذنبه الله عز وجل تمام گناهاي گذشته يزوره مغفرت میکنه. حديث قبل انتر شده. باب غسل الأعقاب باب استر بیان ششتن پاها كوريهاي باي باید ششته شوه. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. وابود محمد بن سيرين التابعيس يك زملاء كبار التابعين يغسل موضع الخاتم كميشوش جاي انگشتری خدا اذا توضأ هنگامی که وضو میگرفت. یعنی ازی معلوم میشه که وضو هیچ قسمت اعضای وضو باید خشک باقی نمانه. اگر کسی انگشتری داشته باشه انگشتریش تنگ باشه وقتی که وضو میگیره باید اون را شور بده تا که آب در زیرش داخل شود. با همین قسم اگر کسی ساعت داشته باشه و ساعتش تنگ باشه و ساعت در دست خود شور بده به خاطر که آب مکمل در زیر وضو داخل شود و اگر فراخ باشه بس پروا نمیکنه. یعنی هدف ایست که در وضو اگر کسی پاهای خود میشویه کوریهای پایش خشک بمانه وضویش نمیشه مکمل باید پایش شسته شود. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة. محمد بن زياد تابعيس ميغا سمعت أبا هريرة ما شنيد ما أبو هريرة وكان يمر بنا در حالك أبو هريرة بما مي گذشت والناس يتوضؤون در حالك مردم وضو می گرفتن من المطهرة از یک ظرفی که دو آب بود مردم از او طهارت میکردن. مطهره یکی مطهره است یکی مطهره و نمی ظرفی که از او مردم طهارت میکنه. یکی مطهره جای طهارت میگه. مردم در جای وضو میگرفتن. فقال اسبغ الوضوء
پس گفت ابو هریره به مردم گفت که اسبغ الوضوء، شما وضوء خود کامل کنین، به طور کامل وضو بگیرین. فإن ابا القاسم صلی الله علیه و سلم قال، به خاطر که ابو القاسم صلی الله علیه و سلم این کنیت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پیشتر ما شما گفته بودیم که ابو القاسم کنیت رسول الله است. فإن ابا القاسم صلی الله علیه و سلم قال، به خاطر که ابو القاسم صلی الله علیه و سلم فرموده ویل للعقاب من النار، هلاکت است برای کوریهای پای، اونمی کوریهای پای که از وقت وضو خشک میمانه، من النار از آتش جهنم، اونمی کوریهای پای که در وضو خشک میمانه با آتش جهنم سوخته میشه. حتی اگر انسان بعد از اینکه از وضو فارغ میشه، اگر در بجلگش یا مثلا در آرنجش یا در کدام قسمت دیگه اعضای وضو کدام جای خشک باقی مانده باشه، اگر دفعتا او را دید موالات قطع نشده بود، انسان امورا چون ترتیبم شرط است، انسان به تعقیبش اندامهای دیگر هم بشویه و نمی قسمت هم بشویه، و اگر وقت زیاد تیر شده بود باز اثر وضو بگیره. به خاطر که نبی صلی الله علیه و سلم یک کسی را دید وضو گرفته بود، در پاهایش یک جای خشک مانده بود، پیغمبر اسلام برش امر کرد ارجع فاحسن وضوءک، پس برو و به شکل خوبتر وضو بگیر، به او امر کرد که اثر وضو بگیره. از اون حدیث علماء استدلال میکنه که این شرط است که در وضو آدم موالات مراعات کنه، پای در پای اندامهای خود یکی پای دیگه بشویه و در بین وقفه نکنه، اگر وقفه بکنه باز مجبور است که آدم از سر وضو بگیره. باب غسل رجلین فی النعلین ولا یمسح علی النعلین، باب است در بیان شستن پاها فی النعلین در پایزار چپلقها، ولا یمسح علی النعلین و مسح کردن نمیشه به چپلقها، در چپلق مسح نمیشه، تنها در موزه و در جراب مسح میشه. آدم فقط وقتی مسح کرده میتونه پاهای خود که پاها تا بجلکها پت باشه، اونمی قدر مفروض، اونمی اندازه که شستنش فرض است او که پت باشه، باز آدم میتونه که مسح بکنه. چپلق چون که بجلکها را پت نمیکنه، از این خاطر به چپلقها مسح نمیشه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر، عبيد بن جريج بعبد الله بن عمر قفت يا ابا عبد الرحمن، يكونت يا عبد الله بن عمر بود، رايتك تصنع اربعا، ما دیدم تو را که تو چهار کارها را میکنی، لم ارى احدا من اصحابك يصنعها، که ندیدم هیچ کسی را از اصحاب تو که نمی کارها را بکنه. قال وما هي يا ابن جريج، عبد الله بن عمر گفت که ای ابن جريج نمی کارها کدام کار هست؟ قال گفت عبید بن جريج رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين، ما تو را دیدم که تو مس نمی کنی از ارکان کعبه شریفه، الا اليمانيين، مگر رکنهای یمانی، مراد از رکن یمانی و حجر اسود است که فقط حجر اسود و رکن یمانی را مس میکنی. هر دو را به خاطر از یمانی گفته که ایرا تقریبا گفته میشه، مثل که آفتاب و مهتاب خمرین میگه، عمر و ابوبکر عمرین میگه، پدر و مادر ابوین میگه، اب خو پدر میگه لیکن به پدر و مادر باردویشان ابوین گفته میشه، ایرا تقلیب میگه. رأيتك لا تمس من الارکان الا اليمانيين، ما دیدم تو را که مس نمی کنی از ارکان کعبه الا اليمانيين، مگر رکن یمانی و حجر اسود. ورأيتك تلبس النعال السبتیه، و ما دیدم تو را که تو می پوشی النعال السبتیه، پایزارهایی که از جلد ساخته شده باشه و نمی چپلقهایی که از جلد ساخته شده باشه و موی نداشته باشه، جلد که موی از او ترشیده شوه و بدون موی باشه و از او چپلق ساخته شوه و را می پوشی. ورأيتك تسبغ بالسفره، و ما تو را میبینم که تسبغ بالسفره، که تو رنگ میکنی به رنگ زرد، مویهای خود به رنگ زرد میکنی. ورأيتك اذا كنت بمکه، و ما تو را دیدم وقتی که تو در مکه میباشی، احل الناس، مردم احرام میکنه، احرام بسته میکنه به حج و تلبیه شروع میکنه، اذا رأوا الهلال، هنگامی که ماه ذوالحجه را میبینن. ولم تهل انت، و تو احرام بسته نمیکنی، تلبیه را شروع نمیکنی،
انت تو حتى كان يوم الترویه تا اینکه شب روز ترویه روز 8 ذوالحجه را گفته میشه که مردم به طرف مینا حرکت میکنه. قال عبد الله ابن عمر گفت اما الارکان، هرچی ارکان کعبه است که ما دو تا ارکان کعبه را لم مس میکنم دیگر را مس نمیکنم. فانی لم ارى رسول الله صلی الله علیه وسلم، بخاطر که ما ندیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم را یمس که مس کنه از ارکان کعبه الا الیمانیین، مگر رکن یمانی و حجر اسود. از این خاطر ما این کار میکنیم. کدام کاری را که رسول الله نکرده باشه او کار ما نمیکنم. و اما النعال السبتیه، و هرچی پیزارهای سبتی هست که از جلد ساخته شده و موی سرش نباشه، فانی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، بخاطر که ما دیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم را یلبس النعل التي ليس فيها شعر، که می پوشید و نمی پیزار را ليس فيها شعر، که دو موی نبود، که از جلد ساخته شده بود و موی نداشت. و یتوضأ فيها، و دو وضو می گرفت. اینمی جمله حدیث محل استشهاد است مناسبتش به امرای باب، که دو وضو می گرفت پای خود می شست. فانا احب ان البسها، پس ما خوش دارم که ما هم اینمی را بپوشم. و اما الصفرا، و هرچی همی رنگ زرد است که ما مویهای خود به رنگ میکنم. فانی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، بخاطر که ما رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدیم یسبغ بها، که با اینمی رنگ موی خود رنگ میکرد. گرچه در موی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مویهای سفید زیاد نبود، بسیار کم بود، لیکن مویها را پیغمبر اسلام با اینمی قسم رنگ میکرد. و امت خود هم ترغیب داره که شما مویهای سفید تغییر بتین. وقتی که پدر ابوبکر ابو قحافه آمد، پیغمبر ریش ازو بیخی سفید بود. پیغمبر اسلام برش امر کرد که غیروا هذا و جنبوه السواد، اینمی مویها را شما تغییر بتین، رنگ بتین و از رنگ سیاه شما اجتناب بکنین. دیگه حدیث است که شما از اهل کتاب مخالفت بکنین. حمروا و صفروا، شما مویهایتان سرخ کنین و زردش کنین. دیگه حدیث آمده که ان احسن ما غیرتم به الشیبه الحناء والکتم، بهترین چیزی که شما رنگ سفید مویها را به تغییر میتین الحناء والکتم. حناء و کتم است. حناء و کتم وقتی که یکجا شوه خناء و کتم تقریبا رنگ خرمایی میته، بس سیاهی مایل لیکن مکمل سیاه نه. ایرا حناء و کتم میگه. کتم یک بوته است، کدام گای است والله اعلم، ما خو ندیدیم. خو هر دو که مکس و باز رنگی چی میته، رنگ خرمایی را میته. و اما الاهلال، و هرچی احرام بسته کردن است در روز ترویه، فانی لم ارى رسول الله صلی الله علیه وسلم، بخاطر که ما ندیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم را یحل که احرام بسته میکرد، تلبیه را میخواند و احرام بسته میکرد حتی تنبعث به راحلته، تا وقتی که حرکت میکرد با رسول الله صلی الله علیه وسلم راحلته سواریش، که به طرف منها حرکت میکرد، بعد از او تلبیه را شروع میکرد. باب التیمم فی الوضوء والغسل، باب است در بیان تیمم، درباره تیمم از راست شروع کردن، فی الوضوء والغسل، در وضو گرفتن و در غسل کردن. در وضو گرفتن و در غسل کردن انسان باید که از طرف راست شروع بکنه. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها قالت، ام عطية رضي الله عنها گفته قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن، نبی صلی الله علیه و سلم به آنها گفته بود، زنهایی که به دختر نبی صلی الله علیه و سلم غسل میداد، نبی صلی الله علیه و سلم به آنها امر کرده بود فی غسل ابنته، در وقت شستن دختری از او وقتی که وفات کرده بود، پیغمبر اسلام به آنها امر کرده بود که شما غسل بتین. به آنها امر کرده بود که ابدأنا بمیامنها، شما شروع بکنین به طرفهای راست از او، وقتی که میشوین از طرف راست شروع بکنین. و مواضع الوضوء منها، و بجاهای وضوء از او شروع بکنین. اول وضوء بتین و با هر طرفی که راست باشه به همون طرف شروع بکنین. از این معلوم میشه که در غسل آدم از طرف راست باید شروع بکنه. وقتی که آدم سر خود میشویه، بعد از شستن سر اول طرف راست خود آدم بشویه، باز طرف چپ خود. در وضوء با میخسم کدام اندام هایی که دو تا باشه، دست ها و پا ها مثلا، اول طرف راست
شستاشا وباس طرف شاب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها فرمایت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن بود نبی صلی الله علیه وسلم که خوشش می آمد تیمن از راست شروع کردن فی تنعله در پیزار پوشیدن و ترجله و در شانه کردن موها و طهوره و در طهارت کردن و فی شأنه کله و در همه کارهای خود رسول الله صلی الله علیه وسلم تیمن خوش داشت. تیمن یکی به معنای تقدیم الایمن، هر کسی که راست باشه او را به دیگرها پیش کردن. مثلا یک کسی یک چیز را تقسیم میکنه، آب تقسیم میکنه، آب دست میندازه، اول کسی که طرف راستش باشه از امو شروع بکنه. در حدیث آمده که پیغمبر اسلام کسی شیر آورده بود، دا او شیر کمی آب انداخته شده بود، پیغمبر اسلام او را اول خودش خورد و طرف راست از او کلانهای قریش بود، کلانهای صحابه بود و طرف چپش یک بچه خرد بود، عبدالله بن عباس بود. و عبدالله بن عباس گفت که آیا تو اجازه میتی که ما اول با کلانها بیتیم؟ عبدالله بن عباس گفت که انی لا اوثر بنصیبی منک احدا، ما به حصای خود و نمی حصایی که از تو به ما میرسه کسی دیگر ما ترجیح نمیتیم. فتله رسول الله صلی الله علیه وسلم فی یده، پس نمی شیر پیغمبر اسلام در دست ازو ماند اول چون او طرف راست بود. دیگه حدیث است که پیغمبر اسلام به او چیزی مشروب آورده شد، طرف راستی از او ابوبکر صدیق بود، طرف چپ از او یک اعرابی، طرف راستش یک اعرابی بود، طرف چپش ابوبکر صدیق بود. اول به اعرابی داد، باز گفت که الایمن فالایمن، هر کسی که پیش است اول حق از او هست، باز به دنبال از او کسی که طرف راست است حق از اوست. پس یکی از معنای تیمن تقدیم الایمن، کسی که راست باشه او را به دیگرها پیش کردن. و یکی معنایش به طرف راست شروع کردن، البداءة بالیمین، شروع کردن به طرف راست. مثلا وقتی که آدم دستهای خود میشویه اول طرف دست راست خود بشویه، باز دست چپ خود، پاهای خود که میشویه اول پای راست خود، باز پای چپ خود آدم بشویه. پیغمبر وقتی که آدم سر خود شانه میکنه اول طرف راست خود شانه، سر خود شانه کنه، باز طرف چپ سر خود، ریش خود. وقتی که آدم لباس خود میپوشه اول از طرف راست بپوشه، باز طرف چپ. پایزار که میپوشه با می قسم لتكون اليمنى اولهما تنعل و آخرهما تنزع، در پوشیدن راست باید پیش شود، در کشیدن باید چپ پیش شود. و دیگه تیمن دست راست استعمال کردن میگه، ایرم رسول الله خوش میده، در چیزهای خوب، چیزهایی که من باب تکریم بود دو دست راست خدا استعمال میکرد. اذا اكل و امر کرده که اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه و اذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله و يشرب بشماله. زمانی که یکی از شما چیز را میخوره به دست راست بخوره و چیز را که مینوشه به دست راست بنوشه، به خاطر که شیطان به دست چپ خود میخوره و به دست چپ خود مینوشه. اینجا مناسبت حدیث به امرای باب واضح است که کدام اندام هایی که دو تا باشه باید به طرف راست شروع. أيا دارها أيا دارها حييت دارا ومن